من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از اینکه الله عزوجل به شبهات و سوالات مخالفین و منکرین پاسخ دادند، شبهات یهود و مسئله توحید را تکرار فرمودند و الهکم اله واحد، در این آیاتی که تلاوت می شوند و تلاوت شدند در ارتباط با نوع دیگری از شرک که در مسئله اله و مقدمه هم خواندیم، شرک فعلی، الله تعالی مطالبی را بیان می فرمایند. شرک فعلی قبلا هم گفتیم 4 عنوان تحت شرک فعلی قرار دارد. یکی تحریمات غیر الله و تحریمات الله و نذورات غیر الله و نذورات الله. تحریمات غیر الله همونه که خداوند اونها را حرام قرار نداده، خداوند حلال قرار داده. خداوند می فرماید که حلالا طیبا، مالهای پاکیزه‌ای هستند، مالهای حلالی هستند، تو اینها هیچ اشکالی نیست، ولی مردم اونها را چکار میکنند؟ حرام قرار میدهند و میگویند که اینها به خاطر آلهه، به خاطر معبودان، به خاطر بتان اینها حرام هستند. حرمت را مردم درست کردند. بس چیزی را که خداوند حلال قرار داده انسان به خاطر آلهه و معبودان اونها را حرام قرار بدهد، این شرک فعلی میشه. به عنوان مثال بحیره، صائبه، وسیله، حام، 4 نوع شتری که در قرآن مجید ذکرشان آمده، اونها را رها می کردن به خاطر معبودان. انواع مختلفی بود، نه از پشمشون استفاده کنید، نه از شیرشون استفاده بکنید، نه بر اونها سوار بشید، نه بکشید و بخورید. البته انواع مختلف بود.
الله تعالی می فرماید که نه، اینهایی که برای غیر خدا حرام قرار دادید اینها حلالند، اینها را بخورید، مالهای پاکیزه‌ای هستند. این اولین نوعش هست، چیه؟ تحریمات غیر الله. الله تعالی می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید آنچه که در زمین خداست حلال پاکیزه. اون چی که خداوند در زمین خودش برای شما آفریده، برای رزق شما حلال و پاکیزه بخورید. این که دیگران حرام قرار دادند، برای دیگران حرام قرار دادید، این راه شیطان هست، این مسیر شیطان هست. لذا شما از آثار شیطان، از گامهای شیطان، از مسیرهای شیطانی شما اطاعت نکنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما پیروی نکنید آثار قدم شیطان را، نقش قدم شیطان را شما پیروی نکنید. چرا؟ مشکل شیطان چیه؟ انه لکم عدو مبین، این علت هست. شیطان دشمن آشکار شما هست. در دشمنی با شما شیطان از هیچ دریغی و هیچ کوششی دریغ نمی کند، ابا نمی کند. شیطان قسم یاد کرد ولا اضلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله. قسم یاد کرد که گمراهشون میکنم. این خرافات را که گوسفندان را برای غیر خدا، حیوانات را برای غیر خدا گوششون را ببرن، نشانی بکنن، اینا را شیطان گفت من وادار میکنم این راه خرافات را نشانشون میدم. لذا الله میفرماید انه لکم عدو مبین. انما یأمرکم، بنویسی اثر عداوت شیطان. ببینی از آثار عداوت شیطان چیه؟ الله میفرماید انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جز این نیست که شیطان شما را امر میکنه بالسوء، ببدی. سوء میگویند اعمال بد را، بالسوء پایینش بنویسی فی الاعمال. والفحشاء شما را بکار بی عفتی امر میکند. فحشا پایینش بنویسی فی الاخلاق، هم اعمال را خراب میکند هم اخلاق را خراب میکند، انسان را بی حیایی دستور میدهد. و ان تقولوا علی الله ما لا تفعلون، این که بگویید بر خداوند آن چیزی که لا تعلمون، شما نمیدانید. یعنی در رابطه با خداوند عزوجل ادعاهای انسان میکند، عقایدی را اظهار میکند، مسائلی را یا افتراعاتی را به خدا نسبت میده که لا تعلمون، خودتون هم نمیدونید، علم اونها را ندارید. همینطور از روی تخمین، از روی ظن، از روی گمان نسبت به خدا میدین. و ان تقولوا علی الله فی العقائد والرسوم، در عقاید و رسوم بر خداوند چیزهای میگه که لا تعلمون، شما نمیدونید. منظور افتراء علی الله هست. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اینجا خداوند زجر بیان میفرماید بر بطلان مذاهب مشرکی، مذهب مشرکان، دلایل مشرکان. همیشه مشرک وقتی که مذهب خرافی دارد، عقیده خرافی دارد، ازش دلیل میخواهیم، میگه که دلیل پدران هستند، آبای ما هستند، و در مقابل حق و اهل حق دیگه دلیلی ندارد. پیروی کن از راه خدا، میگه نه، راه پدران ما. الله میفرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه گفته میشه به اونها اتبعوا، شما پیروی کنید، ما انزل الله، آنچه که الله نازل فرموده،
قالوا بل نتبعه، میگویند چی میگن؟ لا نتبعه، یعنی ما از این مسیری که شما میگید پیروی نمی کنیم. بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم از آن مسیری که یافتیم بر آن پدرانمان را. بنویسیم من التحلیل و التحریم، یعنی در باب حلال و حرام هرچی پدران ما بگویند ما از اونها پیروی میکنیم، از اونها تبعیت میکنیم. رب العالمین میفرماید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا از پدران اتباع میکنند؟ از پدران اینها پیروی پدرانشون را میکنند؟ قبلا هم گفتیم که اولو کانو در اکثر مواقع که میآید فعل بعد از همزه استفهام مقدر است. اولو کانو یعنی ایتبعونهم ولو کانوا آباءهم، ایتبعونهم ولو کانوا آباءهم، آیا پدران را پیروی میکنند گرچه اون پدران خودشون چیزی نمیدانستند، خودشان بر مسیر هدایت نبودند؟ آیا چنین پدرانی را پیروی میکنند؟ پدرانی را انسان پیروی میکند که بر اساس علم باشد، بر اساس دانش، دلیل، مدرک. الله می فرماید اولو کان آباؤهم، یعنی ایتبعونهم، آیا پدرانشان را پیروی میکنند؟ ولو کان آباؤهم، گرچه باشند پدرانشان لا یعقلون شیئا، نمیدانستند چیزی را فی الدین، در باب دین هیچ چیزی نمیدانستند. ولا یهتدون، بر هدایت نبودند، بر مسیر هدایت و بر مسیر خدا نبودند. اکنون خداوند عزوجل برای سوء فهم مشرکان مثالی بیان می کند. برای چه سوء فهم؟ یعنی اینها اینقدر کودنند، اینقدر نفهمند، مثل حیوان. حیوان را وقتی که کسی عرض کنم که صدا بکند چیزی میفهمد، چیزی حالیش نمیشه. الله عزوجل میفرماد اینها نفهمیشان به همین صورت است. و مثل الذین کفروا، مثال سوء فهم مشرکان، مثال کسانی که کفر کردند، کمثل الذی ینعق، کیفیت مثل اون کسی هست که ینعق. نعق به چی میگویند؟ نعق اصلش به صدای حیوان میگند، صدای چارپایان، صدای حیوانات را در عربی چی میگن؟ نعق میگویند. یعنی حیوانی که به اصطلاح صدا میده، بعبع میکند، یا اون صدای خاصه، هر حیوانی فرق میکنه صدایش، نه؟ مثل اون کسی که صدا دارد اما لا يسمع الا دعاء و نداء، نمیشنود مگر فریاد و ندا، یعنی بغیر از این نمیشنود مگر همین صداها رو میشنود و چیزی نمیفهمد. اینجا ببینید علامه ابن جریر از امام مجاهد تفسیر کرده این آیه را. ایشون میفرماید عن مجاهد کمثل الذی ینعق، از مجاهد هست که کمثل الذی ینعق، معنی مثال چی است؟ مثل ضربه الله، این مثالی هست که خداوند این مثال را بیان کرده، لمن یسمع ما یقال له ولا یعقل، مثال کسی هست که میشنود چیزی را که بهش گفته میشه اما نمیفهمد. یسمع ما یقال له ولا یعقل، میشنود ولی نمیفهمد. کمثل البهیمت، مثل بهیمه که تسمع النعیق ولا تعقل، صدا را میشنود، صدای عرض کنم ادای حیوانات. ببینید بعضی میگن که صدا همین صدای حیوانات نعق هست، بعضی میگن صدای اون کسی که چوپان هست، به اصطلاح شتربان هست، کسی که بر این حیوانات هست، اون یک صدای خاصی دارد. چوپان البته منطقه‌ای هست، هر منطقه یک صدای
خاصی. حیوان اون صدا را میشنود ولی از صدا چیزی نمیفهمد. لذا اینهایی که بر مسیر کفرند، بر مسیر شرکند، اینها صدا را میشنوند اما از صدا چیزی نمیفهمند. لا یسمع الا دعاء و نداء. لذا میگه کمثل البهیمة تسمع النعیق ولا تعقل. صدا را میشنود، صدای خاص حیوان و ادای حیوان را اما نمیشنود. ابن جریر الله می فرماید صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اینها صم هستند، اینها لال هست، اینها کر هستند، بکم لال هستند، عمی نابینا هستند، کور هستند. فهم لا یعقلون. حواس اینها را الله عزوجل از اینها گرفته، ختم قلوب و مهر جباریت زده. فهم لا یعقلون. اینها هیچ چیزی متوجه نیستند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله. این اعاده تحریمات غیر الله است. الله می فرماید ای مؤمنان کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه. طیبات مضاف است به طرف ما رزقناکم، اما این اضافت بیانی هست. در اصطلاح بهش میگن اضافت بیانی، یعنی ما رزقناکم بیان طیبات هست. ما رزقناکم طیبات را چی میکند؟ توضیح میده. خداوند میفرماید که طیبات ما رزقناکم، مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم. مالهای پاکیزه کدوم مال هست؟ همینی که خداوند به شما رزق داده. واشکروا لله، اما شکر خدا به جا بیاورید. واشکروا لله علی ما رزقکم من الطیبات. واشکروا لله علی ما رزقکم من الطیبات. مالهای پاکیزه‌ای که خداوند به شما داده، در قبال این مالها شما چی بکنید؟ شاکر خدا باشید. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. اگر فقط او را عبادت میکنید، اگر فقط او را عبادت. خب اکنون خداوند عزوجل اینجا بیان تحریمات غیر الله فرمود. قبلا خواندیم در بحث شرک فعلی که تحریمات غیر الله چیند؟ حلالند. تحریمات غیر الله چیند؟ حلالند. یعنی کسی که یه چیزی را حرام میدانه به خاطر غیر خدا، شتر را، شیرش را، گوشتش را، الله میفرماید نه بخورید، اینها را من حلال قرار دادم، من حرام قرار ندادم. اکنون بحث منظورات غیر الله میاد، نیازات غیر الله، یا کسی که نظر میکند برای غیر الله، این حرام است. این چیه؟ حرام است. کسی که یک چیزی را نظر میکند، نیاز میکند برای رضا و برای خوشنودی غیر خدا، این یک عبادتی است. نه، عبادت باید برای خدا انجام بگیرد. عبادت مالی هست. مثلا وقتی که میخواهیم که گوسفندی را صدقه بکنیم، گوسفندی را خیرات بکنیم برای رضای الله، خب ثوابش را به هر که میبخشیم، ولی رضای الله است. کسی بخواد رضای غیر الله مد نظر باشد، رضای بت، رضای خدای باطل، عرض کنم رضای صاحب قبر، رضای اون کسی که صاحب نصب هست بر نشانه او، لذا این میشه نظر برای غیر الله. و نظر برای غیر الله چی هست؟ حرام هست. اون حیوان هم مثل میته هست، الله تعالی اون را در ردیف میته و در ردیف لحم الخنزیر آورده. عنایت بفرمایید ترجمه را. الله می فرماید انما حرم علیکم المیتة، جز این نیست که حرام است بر شما میته، حیوان خود مرده. میته چیه؟ وهی التي ماتت بغیر زکات. میته همون حیوانی است که بدون ذبح می میرد. و الدم، و الله حرام قرار داده خون را. الدم
پایینش می‌نویسه المسفوح، خون چی را؟ خون مسفوح، خون جاری را. ولحم الخنزیر، و لحم خنزیر را، گوشت خنزیر، چون بیشتر هدف گوشت خنزیر است و الا خنزیر با تمام اجزاش، پوستش، بقیه اجزاش همه حرام هستند. و ما اهل به لغیر الله. ببینید این بحث را مفصل در مسئله اله کردیم. و ما اهل، ما به عموم آیات عمل کنیم. و ما هر آن چیزی که، و ما هر آن چیزی که اهل، اهلال به معنی چی شد؟ نامزد شدن، مسما شدن. هر چیزی را که شما بر اون نام گرفتید، مسماش کردید، نامزدش کردید برای غیر خدا. مثلا اون چیز حیوانی، چون بیشتر حیوانات را میگفتن این شتر مال ملک سیاکو، این گوسفند مال مثلا پیر پیران، یعنی به رضای او این را میکشن. وقتی که به نام او نامزدش میکرد، الله میفرماید هر آن چیزی که چه حیوانی باشد، چارپایی باشد، چه عرض کنم که برنج و خورش باشد، چه آش باشد، چه نخود و کشمش باشد، چه نمیدونم نان روغنی بلوچی باشد، هر چی که باشد که انسان اون را میخواهد صدقه بکند اما برای رضای غیر خدا، ما اهل، آنچه که نامزد شده آن بهی، یعنی آن لغیر الله، برای غیر خدا. برای غیر خدا اینجا نگفته للصنم، برای بت، برای غیر خدا نگفته که عرض کنم برای قبر، بلکه لغیر الله شامل هر چی که غیر خدا باشد، شامل هر چی که غیر خدا باشد. الله میفرماید هر چیزی را که شما نامزد کردید، مسما کردید برای غیر خدا. این غلطی که بعضی ترجمه ها نوشتن یا تفسیرها نوشتن، هر چی که ذبح بشه برای غیر خدا. یعنی چه؟ یعنی به وقت ذبح بگیم که به نام فلان شیخ، به نام فلان پیر، نه، هر چی که نامزد بشه، بر اون نام گرفته بشه. ببینید دو صورت دارد. یک صورت اینه که میگیم این مسما هست، نامزد هست، یعنی این را خیرات کردم برای رضای فلانی. الان وقتی که میکشی میگه بسم الله الله اکبر، این حرام شد. همون وقتی که نامزدش کرد، همون وقت که نام غیر خدا را، رضای غیر خدا را بر او گفت، همون وقت حرام شد. ولو اینکه ما قبلا خواندیم عبارت ها را صریحا از علما، ولو اینکه به وقت ذبح بگوید بسم الله الله اکبر بازم، یا اینکه به نام خدا میکشد ولی وقتی که میکشد میگه به نام پیر، به نام امام، به نام پیغمبر، باز هم این چی میشه؟ حرام میشه. پس چه ذبح بشه به نام غیر خدا، چه نامزد بشه، که این آیه درباره چی هست؟ نامزد شدن است. الان ما عموم هست، چه حیوانی باشد، شتری و گاوی باشد، چه غیر حیوان باشد، در حد نان و خرما باشد، هم الله می فرماید و ما اهل به لغیر الله، هر آنچه که نامزد شد به آن لغیر الله، برای غیر خدا، این هم حرام. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. رب العالمین می فرماید کسی که مجبور بشه. ببینید انسان در یک موقعیتی قرار میگیرد، از گرسنگی میخواد جان بده، خداوند محرمات را بیان کرد، اما کسی مجبور از این محرمات بخوره، مجبوره که گوشت حیوان میته را بخوره، چون حیوان زنده نیست، اگر نخورد تلف میشه، هلاک میشه. خداوند اجازه داده، اما دو شرط هست. غیر باغ، یعنی به صورت باغی نخورد. به صورت باغی چیه؟ یعنی نیاز ندارد و بخورد، این باغی هست. غیر آکل بلا حاجه. غیر باغ یعنی چیه؟ غیر آکل بلا حاجه، بدون نیاز نخورد. ولا عاد، در خوردن تعدی نکند، از حد نگذرد. مال حرام است، مجبور بخوره، به قدری بخوره که نمیرد، بخور و نمیر.
نه اینکه از قدر حاجتش بیشتر بخورد. یعنی خوردن به قدری باشد که دفع جو بشه، دفع گرسنگی بشه، نه به اندازه‌ای بخورد که چی؟ که شکمش پر بشه، سیر بشه، لذت حاصل بکنه، برای تلذذ و تفکه نباشد. الله می فرماید کسی که بخورد به شرط اینکه غیر باغن، بغیر از اینکه بخورد برای حاجت، بدون حاجت، ولا عادم، بغیر از اینکه تجاوز بکند، از حد بگذرد در خوردن، فلا اثم علیه، بر او گناهی نیست در خوردن. ان الله غفور رحیم، به درستی که الله عزوجل بخشاینده و مهربان هست. خداوند می بخشد و لطف می فرماید. ان الذين يكتمون ما انزل الله، اینجا خداوند زجر بیان می فرماید بر ملاهای اهل کتاب دین فروش، کسانی که دین را فروختند در مقابل متاع دنیا، کسانی که حق را کتمان کردند، کسانی که واقعیت ها را نگفتند. الله می فرماید اینهایی که در مقابل دین، در مقابل حق پول گرفتند، ان الذين يكتمون ما انزل الله، به درستی کسانی که کتمان کردند آنچه که الله نازل فرموده، من الکتاب، کتاب را کتمان کردند. من الکتاب من بیانیه هست، ما انزل الله را چی می کند؟ بیان می کند. و یشترون به ثمنا قلیلا، این سبب کتمان. چرا مسئله حق را پوشید؟ در مقابل پول گرفت، در مقابل خلعت گرفت از مردم، از حاکم، از پادشاه، لذا حق را کتمان کرد، جیره گرفت، جیره کمی نگرفت. اینجا خدا میگه ثمنا قلیلا، چون که در مقابل نعمت آخرت، در مقابل انعامات الهی قلیل است، هر چی که زیاد گرفته باشه. الله می فرماید و یشترون به ثمنا قلیلا، در مقابل این کتمان میگیرد ثمن قلیل، پول اندک. این انسان نتیجهش چیه؟ ثمرش چیه؟ اولئک ما یأکلون. بنویسید نتیجه اول، این انسان که در مقابل کتمان حق پول میگیرد، در مقابل کتمان حق حقوق شهریه میگیرد و میخورد، میدونی الله میفرماید میدونی در شکمش چی قرار میده؟ در شکمش آتش دارد میخورد، چیزی دیگه نیست. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، این انسان ها نمیخورند در شکم های خودشان مگر آتش. اینها آتش میخورند، آتش میبرند. ثمره اول این شد. ثمره دوم، ولا یکلمهم الله یوم القیامه، در روز قیامت الله با اینها کلام نمی فرماید. الله بر اینها غضبناک، بر این علماء دین فروش و علماء حق پوش الله با اینها کلام نمی فرماید. بنویسید کلام لطف و کرم. مراد از کلام چی هست؟ خدا با اینها با لطف و با مهربانی کلام نمی فرماید. سوم، نتیجه سوم، ولا یزکیهم، الله آنها را پاک نمی گرداند از گناهان. ولا یزکیهم من الذنوب، آنها را از چی پاک نمی گرداند؟ از گناه پاک نمی گرداند. نتیجه چهارم، ولهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک است. سبحان الله، الله عزوجل چقدر غضبناک است بر اون عالمی که خدا به او علم داده، واقعیت را میداند ولی باز هم کتمان میکند. به نظر شما اکثر علمایی که واقعا اونایی که علم دارن، خب بعضی جاهل هستن اما بعضی واقعا علم دارن، علم کتاب و سنت همه چیز را میدانند، اینها حق را نمیدانند، اینها واقعیت را نمیدانند، اینها نمیدانند یکتاپرستی یعنی چه، میدانند ولی متاع دنیا و موقعیت شغلی گاهی ایجاد میکند که اینها کتمان بکنند. الله چقدر ناراضی هست بر این گروه. الله میفرماید
لا یکلم یا ما یاکلون فی بطونهم الا النار. اول اینا آتش میخورن، اینا چیزی دیگه نمیخورن. دوم خداوند با اینها کلام لطف نخواهد داشت در روز قیامت. سوم اینها را خدا از گناهان پاک نمیگرداند. چهارم ولهم عذاب علیم، برایشان عذاب دردناک است. پنجم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، نتیجه پنجم این انسان ها گرفتن ضلالت را، خریداری کردن ضلالت را، بالهدى در مقابل هدایت، هدایت را فروختن، هدایت را از دست دادن، ضلالت را خریدن. ششم والعذاب بالمغفرة، و عذاب را خریدن در مقابل مغفرت آخرت، مغفرت الله را از دست دادن، عذاب الله را برای خودشون خریدند. الله تعالی اینجا صیغه تعجب میارد، فما اصبرهم علی النار، تعجب از اینکه اینها چقدر بر آتش صبر دارند، چقدر بر آتش صبر دارند. صیغه تعجب، نه؟ چقدر اینها بر آتش جهنم صابرند، تحمل دارند. علت این همه عذاب، این همه ثمرات و نتایج چیه؟ الله می فرماید ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق، این به سبب این است که الله عزوجل نازل فرموده کتاب را بالحق. بالحق یعنی چی؟ بالصدق. خداوند کتاب را به صداقت و به راستی، بالحق یا لاظهار الحق هم میشه. خداوند کتاب را برای اظهار حق نازل فرمود، ولی اینها با حق اختلاف دارند. و ان الذين اختلفوا في الكتاب، کسانی که اختلاف کردند در کتاب، لفی شقاق بعید، اینها در چی هستند؟ در اختلافی که بعید عن الحق، در اختلافی که با حق فاصله دارد. اختلافات گاهی متاسفانه انسان را وادار به عناد می کند، با ضد می کند و این انسان از حق و از مسیر حق فاصله می گیرد. لذا حتی الامکان سعی بشه که ارشاد ناصحانه باشد، خیرخواهانه باشد، ارشاد و راهنمایی به نحوی نباشد که اختلاف ایجاد بشه. اختلاف خود به خود ضدیت می آورد، عناد می آورد، گروه های مختلفی چی میشند؟ تشکیل میشه، انسان ها بدبخت میشند. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الله تعالی بعد از اینکه این سوالات را جواب داد، شبهات را پاسخ داد، هم شبهات درباره قبله بود، هم شبهات درباره صفا و مروه بود، هم در رابطه با توحید خدا دلائل واضح شد و هم بیان شد که علت این که این علما حق را کتمان می کنند علت چیه؟ علت ها بیان شد. اکنون الله تعالی راه بر را، راه نیکی را، راه سعادت را که هم عقاید هستند و هم اعمال هستند، هر نوع اعمال و هر نوع عقاید همه را خدای عزوجل در اینجا بیان می فرماید. الله می فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیست بر یعنی نیکی، کار خیر، کار نیک، این نیست که شما برگردانی چهره هایتان را قبل المشرق والمغرب، به جانب مشرق و مغرب، چه به طرف مشرق نماز بخوانید چه به طرف مغرب. دار و مدار بر این نیست، دار و مدار مقبولیت بر این نیست. دار و مدار بر و نیکی بر چی هست؟ ولكن البر، اما نیک کسی هست. اینجا چون که نیکی کسی هست، نیکی که کسی نیست، نیکی عملی هست نه فعلی هست. به این خاطر مفسرین نوشتن ولكن ذل بر، اما اون کسی که صاحب نیکی هست، یا ولكن صاحب البر، اما چی؟ صاحب بر کسی هست، کسی که صاحب چی باشد؟ نیکی باشد. الله می فرماید ولكن البر من آمن
بالله والیوم الآخر. اما نیک، انسان سعادتمند اون انسانی هست که اولا در بحث اعتقادات مشکل داشته نباشد. من آمن بالله والیوم الآخر، اون انسانی هست که ایمان به خدا دارد، ایمان به روز آخرت دارد، یعنی ایمان به مبدأ و معاد. والملائکة والکتاب والنبیین، اون انسانی که ایمان دارد به ملائکه، ایمان دارد به تمام کتاب های آسمانی، ایمان دارد به تمام انبیاء، والکتاب السماویه والنبیین کلهم، به همه نبیین ایمان دارد، به همه کتاب ها ایمان دارد. این هست نیکی، نه اینکه شما بگید به طرف مشرق نماز بخوریم یا مغرب. این بحث اعتقادات است. بعد از اینکه عقیدهش صحیح شد عملش هم باید درست باشه، اما اولویت مال چیه؟ عقیده. اگر انسانی اعتقادش درست نباشد عمل به درد نمیخورد. الله می فرماید و آتی المال علی حبه، و مال را هم بدهد علی حبه، بر اساس محبت او. مال را بده بر اساس محبت او. عنایت بفرمایید اینجا دو تا تفسیر است. حبه یا مرجع ضمیر چی هست؟ خداوند است، الله است. یعنی مال را بدهد علی حبه، بر اساس محبت خدا. چون با خدا محبت دارد، خدا را دوست دارد، به خاطر دوستی خدا مالش را در راه الله میدهد، یعنی با اخلاص. نتیجه چی میشه؟ با اخلاص مال خودش را به خاطر محبت و بر اساس محبت خدای عزوجل در راه خدا میدهد. این یک تفسیر. تفسیر دوم، علی حبه مرجع ضمیر مال هست، یعنی مال را میده با وجود محبت مال را میده با وجود محبت، یعنی مالی را میده که دوستش دارد، مالی را میده که چی؟ دوستش دارد، نه مال بنجلش را، مالی که به درد نمیخورد اون مال را میده. این کمال نیست، بلکه و آت المال علی حبه، میدهد مال را بر اساس چی؟ بر اساس اینکه با مال دوستی دارد. خداوند میفرماید شما مراتب بر و نیکی را حاصل نمی کنید تا زمانی که خرج کنید از اون مالی که خودتون دوست دارید، نه مالی که از دلتون رفته خسته شدید ازش. اون هم انسان نیندازه به فقیر بده، ولی کمال در این است که انسان مالی را بده که بیشتر دوستش داره، مالی را بده که برایش عزیزتره. متاسفانه خیلی ها هستند این مال نفلی و صدقه به جای خود مال زکات مالی را میدهند که به درد نمیخورد. الان میتونید برید حسابداری حوزه، خیلی پارچه ها هستند که هیچ که تو بازار نمیخرد، از مد افتادند، به عنوان زکات آوردن به حوزه دادند. یکی از عزیزان چند سال پیش گفت که طلاب کفش میپوشند، کفش دارم، کفش فروش بود. گفتیم چرا طلاب کفش نمی فروشند؟ کفشای آورد، بعدن گفتن که این کفشا الان از رده خارج، اینا رو هیچ که به پا نمی کنه، اینا رو آورده به عنوان زکات برای طلاب. لذا آت المال علی حبه، باید مال را انسان میده مالی که محبوب خودش باشد. علی حبه ای علی حب المال. این تفسیر دوم هست، نه اینکه مالی که بنجل هست، مالی که به درد نخور هست، مالی که الان از ارزش و اعتبار ساقط شده. لذا الله می فرماید این بحث اعمال هست، در باب اعمال. و آت المال علی حبه، مال را میده بر اساس محبت الله یا بر اساس محبت خود مال. مال را به چه کسانی میده؟ ببینید ترتیبی که خداوند عزوجل بیان فرموده، این ترتیب قابل تعمق است، انسان بیندیشد. انسان اول باید از خویشاوندان خودش شروع بکند. و آت المال علی حبه ذوی القربا، کسانی که خویشاوند هستند، کسانی که ذوی القربا هستند،
کسانی که با انسان نسبت قرابت و خویشاوندی دارند و فقیرند. والیتاما و یتیم ها را بده. ببینید چرا ذوی القربا را اولا آورد؟ چون که ذوی القربا را اگر انسان مال بده دو اجر بهش میرسه. یکی اجر صله رحمی بهش میرسه، یکی اجر تصدق صدقه بهش میرسه. علما فرمودن قدمه ذوی القربا را مقدم کرد لان فیه اجرین، اجر الصدقه و اجر الصله. دو اجر دارد، یکی اینکه صدقه میدی و اینکه داری صله رحمی میکنی. پسر عمو هست، عمه هست، خاله هست، عمو هست، برادرزاده هست. اینها را انسان وقتی که بده، اینها به هر حال دو برابر برای انسان اجر دارد. والیتاما و یتیم ها را بده، والمساکین و مسکین ها را، اونهایی که مال ندارند، و ابن السبیل و مسافرین را، مسافری که در راه مانده، والسائلین کسانی که سائل هستند، سوال میکنند، میخواهند، گدایی میکنند، به اونها هم بده، اونها را هم ناامید نکنه. و فی الرقاب و همچنین در آزادی گردنها غلام هایی که خودشون را میخوان آزاد بکنن، باید به مولا چند هزار درهم دلار بدن تا اینکه آزاد بشن. در زمان قدیم بود، ولی امروز میتونیم جایگزین برایش پیدا کنیم. کسانی که اسیرند به خاطر پول، کسانی که تو زندان ها هستند، سالهای سال قید هستند به خاطر یک چک مثلا 10 میلیون تومانی، به خاطر یک جریمه 5 میلیون تومانی. خب زکات را انسان اونجا بده، اون اسیر را آزاد بکنه تا بیاد به زن و بچهش برسد. اینها از مواردی هستند که قرآن به عنوان چی؟ صدقه تعریف می کند. و اقام الصلاة و آت الزکاة. بعد از عبادت مالی عبادت جانی. ببینید خیلی مهم هست که خداوند مال را بر جان مقدم کرد، گرچه در اکثر قرآن هست اقیم الصلاة و آت الزکاة. اول نماز هست، چون نماز واقع مظهر عبدیت است، مظهر بندگی بین عبد و بین معبود هست. اما زکات هر جا متصل هست، اینجا مال را مقدم کرد چون مال عزیزتر. خیلی افراد هستند که 100 رکعت نفل بخونن برایشون آسانه، ولی 100 تومن بدن برایشون مشکله. واقعا کسی که ما میگیم کسی که مال میده در راه خدا، اون برایش جان دادن هم آسانه، چون که مال واقعا چیز ارزشمندی هست. کسی که مال برایش عزیز نیست، جان هم برایش عزیز نیست. اما اون کسی که مال نمیده، اون جان هم نمیده. لذا الله می فرماید و اقام الصلاة و آت الزکاة، نماز را برپا بدارد، زکات را بده. پس اون مالی که اول گذشت معلوم میشه که اون زکات نیست. زکات اینه که بحثش اینجا آمد، اون صدقه نفلیه هست، اون مال اضافی علاوه از زکات است. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. بعد از مسائل مالی، بعد از عبادت ها، اول اعتقاد آمد، دوم اعمال، الان اخلاقیات. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. نیکی این هست، صاحب بر این انسان هست که به عهد خودش وفا بکند. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. و وفا کننده به عهد باشد وقتی که عهد می کند. چه عهد با خدا می کند؟ انسان که لا اله الا الله می خواند، با مولای خودش عهد می بندد که تمام واجبات و دستورات تو را انجام می دهم. چه عهد با بندگان خدا می بندد؟ پایبند عهد باشد، عهد شکن نباشد. و دیگه والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. و همچنین صابرین، اینجا چون منصوب آمده بعضی گفتن امدح الصابرین، همچنین مورد ستایش هستند صابرین. چه کسانی صابرین؟ کسانی که فی البأساء والضراء وحین البأس، کسانی یعنی مجاهدین در راه خدا، کسانی که صبر میکنند فی البأساء، در سختی ها. بأسا میگویند سختی های مالی یعنی فقر. والضراء، در ضررها.
ضراء میگن سختی های جانی، یعنی مریضی ها، یعنی مشکلات مالی دارند یا مشکلات جانی دارند، صابرند. و حین البأس، و به وقت جنگ صبر میکنند. صبر کردن در وقت جنگ و استقامت، این خودش یکی از اعمال بزرگ هست. پشت دادن به دشمن و گریختن و ترسیدن و منجر به شکست سپاه اسلام شدن، این از بزرگترین گناهان کبیره هست. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی که روبرو شما وارد نبرد شدید، فلا تولوهم الادبار، شما پشت ندهید، نترسید، بزدل نباشید. مسلمان باید بزدل نباشد. مسلمان باید قرآن مسلمان را تشجیع می کند. مسلمان باید از مرگ نترسد. مرگ که به هر صورت یک روزی میاد. لذا الله می فرماید صابر باشد حین البأس، به وقت جنگ. بزدل نباشد، ترسو نباشد، نترس باشد. انسان هایی که دارای این صفات هستند، خداوند عزوجل نتایجشون را، نتایج دنیا و آخرت را بیان می فرماید. اولئک الذین صدقوا، این انسان ها کسانی هستند که صادقند. صادقند در چی؟ بنویسی فی العقائد والاعمال والاخلاق. هم در باب عقیده صداقت دارد، هم در عمل صداقت دارد و هم در اخلاق. و اولئک هم المتقون، اینها هستند متقیان، اینها هستند متقی، پرهیزگار، خدا ترس. لذا اینها این لقب را از سوی الله دریافت میکنند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. بخش دوم سوره مبارکه بقره از اینجا شروع میشه. تا اینجا بحث بیشتر روی سخن با گروه های ضاله و گمراه بود. اول منافقین، مشرکین، یهود و نصارا، اهل کتاب، و همچنین شبهات اونها و سوالات اونها پاسخ داده شد. تا اینجا بخش اول سوره هست. بخش دوم سوره مسائلی هستند امور انتظامیه، یعنی مسائلی که انسان مسلمان اونها را رعایت بکند برای نظم و نسق زندگی، اونها تأثیر گذار هستند. اگر این مسائل رعایت بشند، مسائلی که مربوط به چی هستند؟ تدبیر المنزل و سیاست المدنیه، چه مسائلی که مربوط به امور خانه و خانواده هستند، چه مسائلی که مربوط به شهر و کشور و زندگیمون هستند. یک سری احکام، دستوراتی، ضوابطی، قوانینی خداوند عزوجل دستور فرموده که اینها را رعایت بکنید، زندگی خوبی خواهید داشت. لذا احکام و امور انتظامیه از این به بعد شروع میشند تا نزدیک به آخر که بعدا دوباره مسئله اصلی و مدعای سوره توحید از آیت الکرسی شروع میشه. اما اینجا الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اولین موضوع در رابطه با قصاص هست. قصاص از نظر لغوی یعنی برابری، برابر با همه انسان ها برابرند. هیچ عربی بر عجم فضیلت ندارد، هیچ سفیدی بر سیاه فضیلت ندارد، هیچ قومی بر قومی دیگه برتری ندارد، همه برابر هستند از نظر جان، خون. لذا الله می فرماید اگر کسی قتلی انجام داد، از اشراف بود، از سادات بود، از قریش بود، هم باید قصاص بشه، فرقی ندارد. این برابری اگر در جامعه شما باشد و آقازادگی نباشد، اون وقت شما جامعه آرام خواهید داشت. هر کسی در مقابل قانون جوابگو باشد، پادشاه باشد هم باید جوابگو باشد و فرزند شاه باشد هم باید جوابگو باشد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. ای مؤمنان
لازم هست بر شما قصاص در قتلا، در مقتولین. کسی که کشته شد باید قصاصش گرفته بشه، باید قاتل کشته بشه، هر کسی باشد. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده، زن در مقابل زن. ببینید مفهوم مخالف از نظر ما احناف حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی این بگیم که زن در مقابل زن کشته بشه، زن در مقابل مرد کشته نشه، مرد در مقابل زن کشته نشه. نه خیر، چنین چیزی نیست. خداوند عزوجل اینجا برای مطلق مساوات چی بیان فرمود؟ که همه در مقابل هم، بهرحال حر در مقابل حر، عبد در مقابل عبد، اینها باید چی بشن؟ کشته بشن. خب بعضی البته مسائل هستند که قصاص تنها برابری در قتل را نمیگویند. قصاص برابری در چی را میگویند؟ هم در قتل و هم در جرح، بقیه زخم ها. مثلا زخمی وارد شد اونجا چون که فرق میکند، تفاوت هایی هست اونجا، به هر حال یک برده در مقابل یک حر تفاوت وجود دارد. اونجا باز جبران میشه به وسیله جریمه مالی، نه به وسیله چی؟ عرش و قصاص. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف. الله تعالی اینجا ضمن اینکه قصاص را مشروع فرموده و در ادامه هم میفرماید ولکم فی القصاص حیات، قانون حیات و زندگی در قصاص است. اما در وسط خداوند ترغیب میده به عفو. عفو هم به هر حال یکی از صورت هاست که گاهی مؤثر است، گاهی نتیجه عفو و گذشت از خود قصاص هم چیه؟ بیشتره. ببینید همونطور که میگیم دین اسلام دین اعتدال هست، واقعا در اسلام اعتدال هست. وقتی که در همین مسئله قتل مذاهب دیگر را نگاه میکنیم، در دین یهود بغیر از قصاص راهی وجود نداشت، راه دوم نبود. یعنی اگر کسی میکشت حتما کشته میشد، حق نداشتند ورثه مقتول او را ببخشند، گذشت بکنند. بغیر از کشتن راهی دیگر برای قاتل نبود. در دین مسیح برعکس بود، هیچ راهی برای قصاص نبود. کسی میکشت باید راه دیگری صلح برایش انتخاب میشد. به هر حال دیه ازش میگرفتند، خونبهایی ازش میگرفتند و به هیچ وجه نمیتونستند قصاص بگیرند. پس کشتن در دین مسیح اصلا وجود ندارد. اما دین اسلام اعتدال است. اعتدال یعنی نه حتما قصاص گرفتن و نه حتما دیه گرفتن، بلکه الله عزوجل هر دو راه را برای ماها مفتوح فرموده، باز گذاشته تا اینکه مصالح را ببینیم. در بعضی موارد مصلحت ایجاد میکنه که حتما کشته بشه قاتل. قاتل که کشته بشه لکن فی القصاص حیات، برای دیگران هم درس عبرتی میشه و دیگران هم چی؟ زنده میمانند. لذا الله میفرماید فمن عفی له، هر کسی که عفو بشه، یعنی اعلام عفو بشه برای او، من اخیه، از برادرش چیزی. عفی اینجا بنویسی قاتل، یعنی اون قاتلی که عفی له من اخیه، اخیه بنویسید ورثه مقتول، ورثه مقتول. ببینید در باب عفو خداوند چی را ذکر کرد؟ من اخیه، مواخات را، برادری را. این نشانگری این هست که اگر کسی را کشته، اشتباهی کرده، غلطی کرده، اون مواخات و برادری دینی و اسلامی با این کشتن قطع نمیشه. هنوز اون مواخات به جای خود، قانون چیزی دیگه هست ولی برادری به جای خودش. اینجا کسی که قاتل است، خدا میگوید برای قاتل اگر معاف کرد برادرش کیه؟ ورثه مقتول. من اخیه شیء، از برادرش چیزی. پس
بر قاتل چیه؟ چیکار بکند؟ فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. پس اتباع بکند، پیروی بکند طبق دستور شر، موافق دستور شر. معروف اکثر جا به معنی چی میاد؟ طبق دستور شر. و اداء الیه باحسان، ادا بکند به سوی او دیه را، حقش را، به احسان، به خوبی، به نحو احسن دیه را چی بکند؟ ادا بکند. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. الله می فرماید ببین اینجا دو چیز برای مسلمان خدا گذاشت، هم دیه، هم عفو و هم قصاص. ذالک تخفیف، این دیه و عفو تخفیفی هست از جانب رب شما، و رحمتی هست. دیه به جای قصاص، این خداوند راه را برای شما مسلمانان مشروع گذاشت. فمن اعتدى بعد ذلك، هر کسی تعدی بکنه بعد از این، هر کسی تعدی بکنه فله عذاب علیم، برای او عذاب دردناک است. تعدی چیه؟ یعنی یک بار می بخشد بعد از اون می کشد. فمن اعتدى ای قتل بعد العفو، بعد از عفو او را می کشد. یا اینکه و اخذ الدیه، بعد از اینکه معافش کرده الان میاد دیه میگیره. این انسان دیگه تعدی کرد. بعضی انسان ها هستن که قاتلین خودشون را میبخشند. تو زندان که باید قصاص بشه قصاص نمیکنه، میبخشه، رضایت میده، قاتل میاد بیرون که میاد لذا یک روز عصبانی میشه میره میکشه. این چی هست؟ اعتدا هست، تعدی هست بعد از اینکه عفو کرده. لذا نباید تعدی صورت بگیرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.